نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. شنوندگان و بینندگان محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هر جایی که هستید از نعمت صحت برخوردار باشید. الله کریم از گزند حوادث شما را حفظ داشته باشه. بینندگان محترم، لحظاتی که در حضور شما و در خدمت شما قرار دارم راجع به زیان غفلت صحبت میکنیم. غفلت از قبر، غفلت از حشر، غفلت از قرآن، غفلت از نماز، غفلت از اصلاح نفس که چقدر زیان و بدبختی را به بار میاره. انسان غافل در واقع تیشه و پای خود میزنه. انسان غافل هلاکت ابدی را برای خود فراهم میکنه. انسان غافل با حیات و زندگی خود بازی میکنه. ما برای غفلت آفریده نشدیم، ما برای عبادت و بندگی آفریده شدیم. به یک مسئولیت بسیار بزرگی به شانه ما گذاشته شده. لذا ما باید بیدار باشیم، باید فعال باشیم، باید احساس مسئولیت کنیم که من چی مسئولیت دارم، چی باید کنم. اگر خدای نخواسته غفلت به ما دست داد به زمین میخوریم. غفلت به ما دست داد ناممون در کنار اهل جهنم نوشته میشه. الله کریم دوزخی‌ها را معرفی میکند. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الناس. الله فرموده که ما بیشتر مردم را برای جهنم آفریدیم، برای دوزخ. در پایان به دوزخ میروند، اهل دوزخ هستند. چی نشانه دارند؟ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل و اولئک هم الغافلون. قلب داره اما درک نداره، چشم داره حق نمیبینه، گوش داره حق نمیشنوه، غافل است. اولئک کالانعام بل هم اضل. الله فرموده که آنها همانند چهارپا هستند. اولئک هم الغافلون، آنها انسانهای غافل هستند. لذا از نماز نباید تو غفلت کنی، از ذکر نباید غفلت کنی، از قرآن نباید غفلت کنی. قرآن کتاب بیداری است. الله کریم کتاب فرستاد لتخرج الناس من الظلمات الى النور. انسان تو در چای گمراهی افتاده ای، انسان راه را تو گم کرده ای و این قرآن آمد تا تو را از تاریکی کفر، از تاریکی شرک، از تاریکی جهل به وادی ایمان، به وادی معرفت، به وادی علم بکشانه. بدون قرآن زندگی معنا نداره. گر همی خواهی مسلمان زیستن نیست ممکن جز به قرآن زیستن. علامه اقبال فرموده بدون قرآن زندگی تو بی معنا هست. بدون قرآن زندگی تو در واقع در یک سلول قرار میگیری. و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا. الله فرموده من اعرض عن ذکر. اینجا تفسیر نصفی و بیشتر مفسرین فرمودن که مراد از ذکر قرآن است. من اعرض عن ذکری، کسی که از قرآن اعراض میکنه، فان له معیشة ضنکا. الله فرموده که زندگیش تنگ میشه. چرا برادری عزیز دلت تنگ است؟ چرا زندگی تنگ است؟ چرا در داخل خانه ائتلاف و همدلی وجود نداره؟ چرا احساس خستگی و کوفتگی میکنی؟ چرا از آینده نگران هستی؟ چرا گذشته را یک گذشته تاریک تصور میکنی؟ علتش چی هست؟ شاید که تو
با قرآن آشنایی نداشته باشی. این نتیجه فرار تو از قرآن است، نتیجه غفلت تو از قرآن است. من اعرض عن ذکر فإن له معیشة ضنکا. از قرآن غفلت نکن. غفلت قرآن اشکال مختلفی را داره. هست مسلمان اما زندگیش کاملا به سبک دشمنای خدا عیار شده، خوردن، نوشیدن، پوشیدن، سیرت، صورت، لباس، همه. نه، تو باید که یک مسلمانی باشه که در واقع قرآن متحرک باش. مسلمان قرآن متحرک است، مسلمان قرآن ناطق است، مسلمان گفته‌های خدا را در زندگیش پیاده میکنه. اگر با قرآن عمل نکردی تو در واقع از قرآن اعراض کردی، دچار گرفتگی میشی، دچار نگرانی و پریشانی میشی. اعراض از قرآن، اعراض از تلاوت قرآن. چرا قرآن تلاوت نمیکنی؟ قرآن یاد داری، قرآن خواندی، ماها میگذره یک صفحه قرآن تلاوت نمیکنی. این غفلت است، این بی‌توجهی است. چرا موعظه های قرآنی را نمیشنوی؟ از هنرمندان میشنوی، فیلم ها را تعقیب میکنی، سریال ها را تعقیب میکنی، بری فوتبالیستا خو کف میزنی، اما وقت نداره که یک صفحه قرآن تلاوت کنی، وقت نداره که یک آیه قرآن را با تدبر بخوانی. فإن له معیشة ضنکا. اینجاست که برادری عزیز تو دچار گرفتگی و پریشانی و دلتنگی میشی. چرا امروز جوان ما از زندگیش ناراض است؟ چرا دختر مسلمان امروز به فکر خودکشی هست؟ چرا تاجر، چرا دکتر که پول سرشان میریزه اما پریشان هستن؟ کدام دکتر، کدام تاجر، کدام زن، کدام دختر، کدام جوان؟ او کسی که با قرآن آشنایی نداره، اعراض از قرآن کرده، از قرآن غافل است. نه، قرآن بردار. ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما و یضع به الاخرین. قرآن بردار که خدا مقام تا بلند میکنه. قرآن به دست اطفالت بدی. بارها از شار برای عزیزا و برای اطفال و برای همسرت تحفه آوردی. آره، برای یک بار یک نسخه قرآن تحفه آوردی. یک بار برای پسرت گفته که بچیم این قرآن با ترجمه یادگاری پدرت. آیا به همسرت یک بار یک نسخه قرآن آوردی که تو در واقع محبوب من هستی و من در دنیا از تو کرده دیگر محبوبه بالاتر ندارم؟ این بالاترین تحفه باید از تو باشه. قرآن تو را به قله عزت میرسانه. اشراف امتی حملت القرآن. پیامبر خدا فرموده بهترین امت ما آنهایی هستند که قرآن میخوانند. قرآن زیاد بخوانید. الحمدلله زنایی است که در یک روز تقریبا 8 جز قرآن میخوانند روزانه. تو خواهر ماها میگذره یک صفحه قرآن تلاوت نمیکنی، اما زنانی وجود داره که در یک روز 8 جز قرآن تلاوت میکنه. نباید غفلت کنی. آنهایی که قرآن آتش میزنن، آنها در واقع در درونشون آتش افروخته شده. این قرآن کتابی نیست که آتش سوزانده شود. این قرآن صدا میزند که مرا در آتش نسوزان، که من سبب نجات تو هستم. اقرأ القرآن فإن الله لا يعذب قلبا وعلى القرآن. پیامبر خدا فرموده قرآن بخوانین. قرآن بخوانین که در قلبی که قرآن باشه صاحب آن قلب را الله در آتش نمیسوزه. چرا قرآن با آتش میکشانی؟ کار کی میکنه؟ مسلمان. به نام مسلمان. لعنت به تو مسلمان، دشمن خداست مسلمان. اما این کافر قرآن با آتش میزنه، ولی پوتین اونجا قرآن در سینه ایش میگیره. ببین این قرآن تنها نیست، این قرآن مشتریش ابرقدرت دنیا امروز مشتری قرآن است و این پوتین قرآن در سینهش میگیره و صدا میزنه که این قرآن در کشور من جایگاه خاص خود داره. بله، محمد طاهر از کابل. بفرمایید برادر عزیز، خوش آمدین به برنامه.
بله. بله. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. وقتی بخیر باشید. چند گفته شریعت دوره شریف بخیر که کماندان سنا یک وقت به دوام جهاد پیسا و روزها جزت کرده بوده و همون آیت شریف میخوان و این بیزار رو کار نمیده و همون تو جای مشروف شدم و خواستم که همون دوره شریف یاد بگیرم بخوانم امور احسان همون بیسان رو هم به دلم و احتمام بوده که میگفت برنامه مبارک شما رو دیدم خواستم که همین خواه بله. حدیث مبارک است، دعای مسنون است. صبح و شام 3 بار بخوانین بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. صبح و شام 3 بار بخوانین بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. خودتان بخوانین، با اولادایتان یاد بتین، به شاگردایتان یاد بتین. هر مسلمانی که این دعا را صبح و شام 3 بار میخواند لم یضره شیء. پیامبر بزرگوار اسلام فرموده که هیچ چیزی به این مسلمان و به این بنده ضرر نمیرسونه. خب برادرای عزیز، شنوندگان محترم، غفلت نباید از قرآن داشته باش. قرآن بخوانین، با قرآن خود آشنا بسازین. علوم، هر علمی که باشه، علم دینوی باشه یا علم دینی باشه، علم معنا باشه یا ماده باشه، اسلام با او ارج قائل شده. ولی قبل از همه علم قرآنه. پیلوت جور شه ولی پیلوت قرآن دان. انجینر باش انجینر قرآن دان. دکتر باش قرآن دان. جورنالیست باش قرآن دان. نجار و معمار و دکاندار باش و تاجر باش و قرآن دان باش. باورتان بیه که عشق قرآنی و محبت قرآنی تو را به جای دیگری میرسانه. آنهایی که درک کردن که قرآن یعنی چی، اونا تحمل جدایی از قرآن را ندارن. در مدینه منوره داخل یک دکان شدم، یک جوان قرآن تلاوت کرد. رئیس قرآن تلاوت میکرد و در کنارش رادوی قرآن، به گوشش قرآن میشنوه و به چشمش قرآن میبینه. بله، فرید از کابل، بفرمایید برادری عزیز. بله. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. بد میبینم و بعضی که شب که خواب میبینم بسترس از اون تو میشه یکی موقع یکی از واقعا اینجوره که خواب ببینی که فرق شده اون چی رقمات یا خواب ببینیم چیه از خونه آبی خیلی از آب آمد در خونه اون چی رقمات خواه یه مالایش هم یک دو خواه باخیر با ما در خواه صدایتان قطع وصل شد. صدایتان قطع وصل میشه. بله. خواه بله، از طریق تلویزیون شما جوابتون بگیریم برادری عزیز. خب رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرموده که الرؤیا صالحه، در مورد خوابه های نیک پیامبر ما گفته که جزئی از نبوت است. خواب یکی از مژده هست. بعضی خوابها تعبیرش انسان زودتر میبینه، بعضی خوابها تعبیرش کمی ناوقتر میشه، ولی خواب جای خود داره. خب خوابا را گتوت نگین. شاید که خوابی که شما گتوت میگین و خوابی خوب باشه. ارگاه خوابی که میبینین شما خوابتان را یا به عالم یا به دوستتان حکایت کنین، چون در خواب قانون است که وحی علی رجل طایر، حدیث پاک است که در پای پرنده آویزان است. هر تعبیری که کردی مطابق همان تعبیر خواب تو واقع میشه و خوابا را تعبیر خوبی داشته باشین. اگر از خوابی که شما بیم دارین، هراس دارین، وحشت زده میشین، که بیدار میشین، حتما پهلوی خدا عوض کنین،
اعوذ بالله بگین، و طرف چپتان 3 بار تف کنین تو باز از او خواب نگران نباشین دیگه، خواب قابل تشویش نیست. بله شنوندگان محترم، از قرآن غفلت نباید کنیم، از نماز نباید غافل باش. از نماز مسلمان نباید غفلت کنه. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرموده ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامه من عمله صلاته. روز قیامت پیش از تمام اعمال الله کریم بنده را از نمازش پرسان میکنه. در مورد نماز بنده محاسبه میشه. فان صلحت فقد افلح و انجح. اگر نماز درست بود این بنده به دادگاه الهی رفت به خاطر حساب دهی. اگر نمازش درست بود، نماز به وقت خوانده، نماز با شرایطش خوانده، قرائت، قیام، رکوع، فرضای نماز، واجبات نماز را بجا آورده، پیامبر بزرگوار میفرماید که فقط افلح و انجح، انسان کامیاب شد و انسان به هدف خود رسید. ولی اونجا یک بار کامیاب شوی دیگر ناکامی نیست. برای همیشه تو کامیاب هستی، برای همیشه سربلند هستی، برای همیشه تو از کاخنشینای بیشت هستی. فقط افلح. پیامبر نتیجه را اعلان کرده، نتیجه را پیامبر اعلان کرد. آیا کسی هست که اعلان پیامبر را لغو کنه که نه خیر تو اشتباه کردی؟ پیامبر خدا فرموده که فقط افلح و انجح. خواهر گل، اگر به نمازت پایبندی خوشا به حالت، برادر محترم، دکتر بزرگوار، اگر تو به نمازت پایبند هستی خوشا به حالت، ان شاء الله در روز قیامت پارچه سعادت و کامیابی برات داده میشه. و این فسدت فقط خواب و خسیر. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم فرموده اگر نماز فاسد برآمد، نماز نخوانده، بی نماز، مسجد گریز، رکوع برابر نی، قرائتش غلط، رکوع غلط، سجده فرایض بجا نیاورده، واجبات بجا نیاورده، نماز نخوانده، از نماز نفرت فرار کرده، فقط خواب و خسیر. پیامبر خدا میفرماید که انسان ناکام شد و زیانکار شد، به جان خود نقصان کرد. برادری عزیز، تو خدا خوب میشناسی. این حدیث تصویر میدان محشر جلوی چشمایت قرار میده. خب ببین کی کامیاب شد کی ناکام است، و تو ببین که تو در صف کیا هستی. تو با کی قرار داری؟ در مورد کسی که پیامبر میگه فقط افلح و انجح، کامیاب شد، یا تو در کنار کسایی هستی که پیامبر خدا برشان میگه فقط خواب و خسیر؟ از نمازت غفلت نکن. اگر از نمازت غفلت کردی برادری عزیز، یقین داشته باش صداها بدبختی گریبان گیرت میشه. دروازه رزق و روزی را الله برات بسته میکنه، پریشان میشی. نه در خانه، نه در کوچه، نه در محیط و منطقه، در هیچ جای تو جای خود پیدا نمیکنی. تو پریشان هستی چون خدا از تو ناراض میشه. من ترک الصلاة لقی الله و هو علیه غضبان. حضرت عبدالله بن عباس چشمایشان نابینا شده بود. عبدالله بن عباس دو تا دیده روشنش کور میشه. دکتر میگه من تداوی میکنم، علاج میکنم، درمان میکنم. خب تا یک مدتی تو باید سجده نکنی. حضرت فرمود کار آماده نیستم که بکنم. خیر چشمهایم کور باشه اما پیشانیم از سجده دور نباشه. و بعد فرمود که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرموده من ترک الصلاة لقی الله و هو علیه غضبان. هر کی نماز ترک کرد روز قیامت با خدا ملاقات میکنه در حالی که خدا بالایش غضب است. خدا از این ناراض است. برادری گل، شنوندگان محترم، در روز قیامت خدا بالای کسی که غضب باشه و از کسی ناراض باشه چی فکر میکنی؟ آیا زمین جایش میته؟ آیا آسمان شخص پناه میته؟ آیا پیغمبر شفاعتش میکنه؟ نه خیر. بسیار محتاط باشید. وقتی که خدا از تو ناراض باشه، زن از تو ناراض است، فرزند از تو ناراض است، همسایه از تو ناراض است،
امروز ما داریم اشخاصی که تو یک بباو است. تو وقتی که میبینی دل سیاه میشه. چرا؟ چون یک انسانی است که بینمازی است که خدا در عرش از این ناراض است. بله منیر از کابل بفرمایید خواهر گل. بله و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. خواهر گل صدایتان درست ندارم، کمی بلندتر صحبت کنین. یعنی گناه زیاد کردین؟ بله. فکر میکنم که خواهر ما گفتن که گناه زیاد کردیم، راه حل چی هست؟ بله خواهر گل، یک راه حل نیست که بلکه ده راه حل وجود داره. الله کریم فرموده، حدیث قدسی است. الله کریم به بنده گناهگارش میگه یا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لك ولا ابالی. الله کریم میفرماید ای اولاد آدم، اگر گناه به ابر آسمان برسه، گناه کردی، معصیت کردی، زمین پر شد، زمین با پهناییش از گناه تو پر شد، گناه تو به ابر آسمان رسید، ثم استغفرتنی غفرت لك. الله کریم میفرماید که بندم تو که از ما بخشش طلب میکنی، من تو را معاف میکنم. خواهر گل، حالا که تو از ته دل از گناهات پشیمان هستی، این دلیل قبولیت توبه تو هست. پیامبر بزرگوار فرموده الندم هو التوبه. هر انسانی که از کردهش پشیمان شد، این توبه هست. نباید بی‌حجابی میکردم، نباید دروغ میگفتم، نباید فیلم میدیدم، نباید دزدی میکردم، نباید فحش میگفتم، که نباید بعد از گناه به زبان جاری شد از کردهت پشیمان شدی، تو از گناه پاک شدی. پروردگار بسیار ذات مهربان است، هیچگاه از پروردگارتان ناامید نباشید. من تقرب الی شبرا تقربت الیه ذراعا. الله میفرماید بندم که به سوی من یک وجب نزدیک میشه، من یک گز به سویش نزدیک میشم، و بنده که به انداز یک گز به من نزدیک میشه، من به انداز 2 دست به بنده نزدیک میشم. و من اتانی یمشی اتیتو هروله. الله فرموده بندم که آیسته آیسته به سوی من میآید، من دوان به سوی بنده، یعنی همه دروازه ها را بروش باز میکنم. حرکت کو به سوی پروردگار. ففروا الی الله. قرآن میگه به سوی الله فرار کنید. بس از همین قدر غفلت، بس از همین قدر معصیت، بس از همین قدر بی‌وفایی، دروازه ها باز است. آغوش رحمتی الله بروی همه باز است. هیچ کس را از درگاه خود نمیرانه. فاستغفرونی اغفر لکم. الله میگه بندم تو از من بخشش طلب کن، من تو را معاف میکنم. لذا راه حل برادری که تو یک عمر با شراب و قمار و فساد اخلاقی گرفتار هستی، یه خواهری که بارها به دام شیطان افتیدی، به سوی پروردگارت بازگرد، آغوش رحمت برویت باز است. وقفه ای داریم، انشالله بعد از وقفه دوباره به خدمت شما عزیزا برمیگردیم. خوش آمد شنوندگان عزیز به برنامه. عنوان موضوع من بود زیان غفلت. غفلت از اصلاح نفس، زیان غفلت از اصلاح نفس. اگر ما از اصلاح نفسمون غافل شدیم، شیطان ما را شکار میکنه، نفس ما را شکار میکنه، بدبخت میشیم. پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم فرموده ان العبد اذا اخطأ خطیه نکتت فی قلبه نکته سودا. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده که وقتی که بنده گناه میکنه، از خدا غافل شد، از دین غافل شد، شیطان شکارش کرد.
با گناه گرفتارش کرد. اینجاست که یک لکه سیاه در قلب ای بنده کوبیده میشه. نکتت فی قلبه نکتة سودا، یک داغ سیاه در قلبش کوبیده میشه. فاذا هو نزع و استغفر و تاب سقل قلبه. پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم فرموده که اگر این شخص دست از گناه برداشت، توبه کرد، به الله رجوع کرد، از خدا بخشش طلب کرد، قلبش پاک میشه، قلبش صاف میشه، قلبش نورانی میشه. و اگر خدای نخواسته به گناه ادامه داد، گناه خدا توجیه کرد و شیطان هم دلایل برش پیش کرد که خیر خدا غفار است، لک بخش است، خیر الا جوان هستی، خیر این گناه خود ریزه هست، گناه را ادامه داد، این لکه سیاه و این نقطه سیاه رشد میکنه حتی تعلو قلبه، تا اینکه تمام قلبش سیاه میشه. قلبت سیاه شد برادر، دنیا جلوی چشمانت سیاه میشه. باز این برق و این گروپ های قوی ماحول تو را روشن کرده نمیتونه. دنیا جلوی چشمان سیاه میشه. از نفست نباید غفلت نکنی برادر عزیز. تاریک میشه، دل تاریک میشه، تاریک میشه و این قلب با نمیتوانی که ما را از طریق لینه ها داخلی با گوشای من داخل که قلب روشن کنیم. نه، روشنی قلب چی وقت میاد؟ وقتی که تو به عبادت رو بیاری، وقتی تو ذکر از کار کنی، تو از گناهایت توبه کنی، تو سر در آستانه رحمت، در آستانه پروردگار بگذاری و صدا بزنی که پروردگارا بنده فراری تو به سوی تو آمده، پروردگارا بنده بی وفات به سوی تو آمده، پروردگارا بنده عاصی و طاغی تو به سوی تو آمده. سقیل قلبو، اینجاست که قلبت روشن میشه. غفلت نکن برادر عزیز. آنهایی که به مقام ولایت رسیدن، آنهایی که مرشد، امام، پیشوا شدن، آنها همین گونه از مادرایشون به دنیا نیامده بودن، از آسمان نریختن، در زمین سبز نشدن، بلکه مبارزه کردن، با نفس مبارزه کردن، با شیطان مبارزه کردن، از اصلاح نفس خود غفلت نکردن، بالآخر به مقام ولایت رسیده. تو خواهر میتوانی که ولی باشی، تو برادر میتوانی که ولی دوست خدا باشی. انسان غیر از پیغمبری، چون دروازه پیغمبری بسته شده، هر چیزی که بخوای میشی. اگر تو میخوای که من یک دوست خدا باشم میشی، اگر تو میخوای که من یک دعوتگر باشم، یک قرآندان باشم، یک انجینر باشم، یک دکتر باشم، یک ژورنالیست باشم، هر چی که بخوای و تو تلاش کنی و سعی کنی، خدا تو را میرسانه. بالاترین آرزوی من شنوندگان محترم ای باشه که من میخوام که یکی از دوستای خاص خدا در زمین خدا باشم. خدای این آرزوی من ای است که تو مرا به عنوان ولی خود قبول بفرما. تو مادر پیچ سفید، تو خواهر محجب، تو دختر 15 ساله، تو جوان 20 ساله، میتوانی که به یکی از دوستای خدا تبدیل کنی. غفلت نکن، صادقانه و مخلصانه در این راه حرکت کن، به سوی پروردگارت حرکت کن، غافل نباش. هر روز که آفتاب میتابه، آفتاب طلوع میکنه، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید که الا و بجنبته ملکان ینادیان، از کنار آفتاب 2 فرشته استاد میشه و صدا میزنه، یا ایها الناس هلموا الی ربکم. صدا میزنه، تو انجینر صدا میزنه، تو تاجر صدا میزنه، تو خواهر صدا میزنه، تو عالم صدا میزنه، هلموا الی ربکم، بیایید به سوی پروردگارتان. هلموا الی ربکم صدا میزنه. کاش که این صدا را میشنیدیم. هلموا الی ربکم ما قل و کفى خیر مما کثر و الها. باز میفرماید آن مالی که کم است و کفایتت میکنه، ثروتی که کم است و کفایتت میکنه، این بهتر است از آن ثروت و سرمایه که تو را از خدا غافل میسازه. هلموا الی ربکم، حرکت که برادری عزیز. مؤذن تو را صدا میزنه حی علی الصلاة حی علی الفلاح، بیا به سوی نماز، بیا به سوی کامیابی.
بله نقیب الله صاحب از کابل، خوش آمدین، بفرمایید برادر عزیز. سلام. و علیکم السلام. مانده نباشین. جورت مولوی محترم. الحمدلله جور باشین، با عزت باشین. مولوی من کنم دارم افسرده میشم، پریشانی دارم پیش میاد، دلتنگ میشم، در سر این چیزی یاد نمیگیرم. و خاطر همون مشکل ما رو به شما گفتیم که کمک کنید. از خاطر همون خب شما دلتنگی دارین؟ بله. خب امروز افسردگی و دلتنگی و نگرانی تقریبا نصف امت را به زانو در آورده. چرا نگرانی برادری عزیز؟ چرا دلتنگی؟ شما به نزد دکتر مراجعه میکن، تابلتی هست و مشکل زا هست، باید طول زندگی تابلت بخوری. نه، از تابلت های قرآنی استفاده کنین، از نسخه هایی که از عرش آمده از اون نسخه ها استفاده کنین. اگر این نسخه ها را در زندگیتان پیاده کردین، چیزی به نام دلتنگی، چیزی به نام استرس، چیزی به نام افسردگی تو در زندگیت نمیشناسی. تو خدا در یک دنیای دیگری میبینی. قلب تو لبریز از آرامش میشه. این دنیای تنگ را، این دنیایی که لقب دارالحزن با خود کسب کرده، این خدا برای جنت میسازه. اون نسخه چی است؟ از غفلت فرار به خدایت متوجه شدن. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیب. این نسخه از عرش آمده. دو چیز باید داشته باشی. خوشبختانه برادری عزیز، همه ما مسلمان هستیم، مؤمن هستیم. یک قدمی که بردار و عمل صالحا، عمل صالح انجام بده. به نماز پایبند باش، به ذکر پایبند باش، به تلاوت پایبند باش، به دعوت پایبند باش، داعی باید باشی، به سخاوت پایبند باشی، به اخلاق اسلامی پایبند باش و از گناه ها فرار کن. فلنحيينه حیاتا طیب. خدا فرموده که حیات طیب، زندگی پاک به بنده نصیب میکنم. در میان صحابه این امراض نبود. امروز الحمدلله علما و مسلمان هایی که واقعا و صادقانه در مسیر زندگی و در مسیر بندگی حرکت میکنن، اونا چیزی را به نام غم نمیشناسن، نه پریشان است. این نسخه از عرش آمده برادری عزیز. هر برادری که استرس داره، دلتنگی داره، نگرانی داره، عملی صالح کن. للذین احسنوا الحسنى. قرآن میگه آنهایی که نیکی میکنه حالت نیک الله برشان میده. حالت نیک میشه. حالت برادر عزیز نگران کننده و پریشانی و دلتنگی و فقر و دربدری، این ثمره غفلت تو هست. و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم. هر حالتی که سرت میآید، هر نگرانی و سردردی و پریشانی که میآید، این ثمره اشتباهاتت است. برادر عزیز، با خدایت صادق باش. تا یک ماه به نمازت پایبند باش. از درون صادقانه و مخلصانه با خدایت مناجات کن. باز چیزی را به نام غم و پریشانی و نگرانی تو در زندگیت نمیبینی. بله برادر عزیز، نباید غفلت کنیم از نفس. غفلت از نفس اینمی تو هست. دل ما تنگ میشه، چهره ما بینور میشه، دروازه روزی سر ما بسته میشه. با نفستان مبارزه کنین، آیسته آیسته، قدم به قدم، مرحله به مرحله خدا به الله برسان. حضرت خاقانی میفرماید بعد از 30 سال این معنا محقق شد به خاقانی که یک دم با خدا بودن به از ملک سلیمانه. برادری که تو پریشان هستی، تو سرگردان هستی، تو از آیندت نگران هستی، تو راجع به اولادایت نگران هستی، حضرت میفرماید 30 سال عبادت و بندگی کردم، بعد از 30 سال به مرحله رسیدم که یک دم با خدا بودن بی از ملک سلیمانه. وقتی که متوجه به پروردگار میشم، آنقدر احساس خوشحالی و آرامش میکنم که این خوشحالی و آرامش را در تخت حضرت سلیمان کس پیدا نمیکنه.
و این خوشحالی و آرامش کس در سرمایه قارون پیدا نمیکنه و این خوشحالی و آرامش کسی در چوکی هیتلر و ناپلئون پیدا نمیکنه. این خوشحالی، این آرامش بعد از ریاضت و عبادت و بندگی است. بعد از اینکه ما از غفلت فرار کردیم و به خاطر اصلاح نفسمان مبارزه کردیم. برادر عزیزم، نفس هر قدر طاغی باشه، هر قدر باغی باشه، قابل اصلاح است. قسمی که جسممان قابل اصلاح است. با گرفتن رژیم غذایی ما اگر چاق و فربه باشیم لاغر میشیم. جسممان اصلاح میشه، روحمان اصلاح میشه، نفسمان اصلاح میشه. از اصلاح نفس غفلت نکن برادر عزیز. شنوندگان محترم، بینندگان عزیز، با نفسمان مبارزه کنیم. نفس اگر رام کردیم، در برابر نفسمان پیروز شدیم، ما پیروز هستیم. خود را بشکن تا شکنی قلب جهان را. صاحب تبریزی میگه خود را بشکن تا شکنی قلب جهان را. این فتح میسر به شکست دیگری نیست. برادر پیروزی میخوای؟ نفست را ذلیل کن. حالا برای اصلاح نفس چی کردی؟ قرآن خواندی؟ موعظه علما را شنیدی؟ در جلسات علما شرکت میکنی؟ متاسفانه که امروز در مسجد مولویی که قرآن باز میکنه، ترجمه قرآن شروع میکنه، ما با توی خود تکان میدیم میبراییم. از چی فرار میکنی ها مسلمان؟ قرآن است. از حدیث پیامبر فرار میکنی؟ از قرآن فرار میکنی؟ از این جلسه کرده که در روی زمین جای مقدستر و محبوبتر و پرخیرتر و مبارکتر سراغ داری؟ به کجا میری؟ برادری عزیز، برای اصلاح نفستان باید شما با علما ارتباط داشته باشید. برای اصلاح نفس روزانه چقدر قرآن تلاوت میکنی؟ چقدر حدیث تلاوت مطالعه میکنی؟ از کتابایی که برای اصلاح نفس نوشته شده، برای اصلاح نوشته شده، از اونها استفاده کنید. ما الحمدلله یک کتاب برای اصلاح خواهران نوشته کردیم، برای اصلاح زنان، کتاب دیگری برای اصلاح جوانان. ما مطمئن هستم که خواهر ما این کتاب اگر بخوانه، برادر جوان ما اگر این کتاب بخوانه، انشاءالله به یکی از اولیای قرن 20 تبدیل میشه. برای اصلاح نفسمان باید که ما تلاش کنیم، مبارزه کنیم. نفسمان را با آب توبه باید بشوییم. با کمربند عبادت بندگی کمر خود بسته کنیم. با عطر ایمان باید معطر باشیم. بزرگای ما از اصلاح نفس غفلت نکردن، بالاخره به اولیاء الله تبدیل شدن. حضرت محمد ابن المنکدر رحمت الله علیه میفرماید که ما 40 سال زحمت نفسم را برداشتم. 40 سال. بعد از 40 سال این نفس رام شد. بعد از 40 سال مبارزه این نفس رام میشه. اما محمد ابن المنکدر از دنیا رفت ولی نامش باقی هست، تابعی است، امام شد، پیشوا شد، به صدها عالم زیر دستش تربیه میشه، چون در برابر نفسش پیروز شد. از اصلاح نفست برادر غفلت نکنی. نفست را با آنچه که اصلاح میشه اصلاح کن. نفس با قرآن اصلاح میشه، با حدیث رسول خدا اصلاح میشه. آنچه که نفسی تو را طاغی میسازه و نفست را بدبخت میسازه، از او باید فرار کنی. حضرت ابوبکر کتانی رحمت الله علیه میفرماید که من 40 سال دیدبان دل بودم. 40 سال در دروازه قلبم ایستاد بودم، نمیگذاشتم که هیچ چیزی وارد قلب ما شود. بعد از 40 سال همه از قلبم برآمد. بعد از 40 سال غیر از عشق و محبت خدا و رسول و دینش در قلب ما چیز دیگری نبود. حالا برادری عزیز، تو از خود بپرس که در قلب چی هست؟ در قلبم این آرزو است که یک آپارتمان 10 منزله داشته باش، موتر مدل بالا زیر پایم باش، حسابای بانکی هم داشته باش، دنیا هم داشته باش. خدا همه را برات بده برادری عزیز. 10 منزله الله برات بده، موتر مدل بالا الله برات بده،
ثروت و سرمایه برات بده، از خدا اینا را بخوا، ولی در قدم اول از خدا اصلاح نفست را بخوا. خدای اصلاح کن، هدفت خدا باشد، هدفت آخرت باشد، هدفت اصلاح نفست باشد، هدفت معنویت باشد. و یاتیه الدنیا و هی راغمه، این دنیا خار شده به نزد می آید. تو را خدا در برابر دنیا ذلیل نمی کنه، تو در برابر دنیا ذلیل نمیشی، تو به خاطر دنیا پریشان نمیشی. و یاتیه الدنیا و هی راغمه، پیامبر خدا فرموده که دنیا به سویش میاد در حالی که بی نیاز است. غفلت نکن برادری عزیز، بیدار باش، هوشیار باش، خواجه که از مرگ چاره نیست. هوشیار باش، غافل مشو که عمر عزیزت دوباره نیست. از مرگ غفلت نکنیم. الموت یأتی بغتة والقبر صندوق العمل. مرگ ناگهان می آید، دروازه تا تک تک نمیزنه، تاریخ برات نمیته، اجازه نمیگیره، ناگهان میمان است که تو را غافلگیر میکنه، داخل خانه میشه، گلویت خشک میشه، تو در برابرش باید که به زانو بیفتی. الموت یأتی بغتة. فریب جوانی را نخور. خیلی کسا بودن که جوان، قوی، تنومند، اما حالا استخوانهایشان پوسیده است، خونهایشان خشک شده و کفنهایشان چیر شده، در چشمه هایشان موره ها، کرمه ها خانه کردن. جوان بود، خیلی انسان ها صحتمند بودن، اما افتید دیگر بلند نشد. یک کس آمد. بله منصور صاحب از کابل بفرمایید برادر عزیز. بله جناب مولای صاحب، سوال معنی است که در فردی در مسجد الحرام چرا نماز عید نمیخوانند؟ نه سوال. بله دیگر سوال معنی است مولای صاحب، شماره شخصی تان بدن امو کتاب در 4 تا دعا یک شب از اون است شماره واسه. خواه بله نمازت خود در ایام عید در هیچ نقطه زمین نیست که نماز عید نخوانند. سیم نماز عید میخوانند. چرا نمیخوانند؟ خب در روز عید چون حجاج اونا در مینای شریف هستن، اونجا نماز عید خوانده میشه. نماز عید هیچ جا در هیچ نقطه زمین نیست که از انسان معاف شود. و شماره شخصی ما این است 070 22 20 501. شنوندگان محترم و بینندگان عزیز، از مرگ غفلت نکنیم که مرگ حتما به سراغمان می آید. کل نفس ذائقة الموت. الله کریم حکم اعدام همه ما را صادر کرده. خدا این حکم اعدام من را صادر کرده، هیچ کسی یک لغو کرده نمیتونه. ولی از مرگ غفلت انسان را پایش به معصیت میکشانه. یکی از اسباب روشن شدن قلب، یکی از اسباب رسیدن به آرامش، یکی از اسباب نجات از گناه یاد مرگ است. اکثر ذکر هذه من لذات الموت. وقتی که ما مرگ زیاد یاد کنیم، نبی علیه السلام فرموده که به یاد مرگ، وقتی که مرگ یاد میکنیم قلبت پاک میشه. کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. مرگ زیاد یاد کن، قرآن زیاد بخوان، قلبت روشن میشه. ولی خیلی انسانهای صحتمند بودن، با یک سکته قلبی کارشان تمام شد. برادر عزیز، هیچگاه از مرگ غفلت نکنی. عمر امت بسیار کوتاه است. اعمار امتی ما بین 60 الی 70 و اقلهم من یجاوز ذلك. پیامبر بزرگوار فرموده عمر این امت در میان 60 تا 70 است. در میان 60 تا 70. کم مردمی است که از 70 بگذره.
شما در مساجد بروین، شما در شهر بازار ببینین پیرمردان 70 ساله بسیار کم یافت میشه. کجا هستن؟ آنهایی که باید 70 ساله می بودن کجا هستن؟ زیر خاک. لذا از مرگ غفلت نکنی، فریب جوانی را نخوری. کم من فتا یسبی و یمسی لایحا و قد نسجت اکفان و هو لا یدری. خیلی از جوانا مست و مغرور هستن، غافل، در حالی که کفنشان دوخته شده. برادری عزیز، کفنی که در دکان آورده شده برای نمایش آورده نشده. ای کفن باید تو بپوشی. ای کفن لباس آخری ما و تو هست. مرگ یاد کنین، کفن یاد کنین که آخری لباستان است. تابوت یاد کن که آخری سواری تو هست. قبر یاد کن که آخرین خانه تو هست. بله مرگ میآید، از مرگ خلاصی نیست. بر عمر من از ایک اجل را تو شکاری، هر دم دم مرگ است اگر عقل بیداری. این عزت و این شهرت و بی اصل چی جویی؟ در قافله مرگ تو همچون به قطاری. خبرداری برادری عزیز، تو در کاروان قرار داری که به سوی قبر رفته رایستی. هر لحظه از عمرت کوتاه میشه، قطع میشه، تو از دنیا فاصله گرفتی. لذا مغرور نباش، لذا فریب صحت نخوری، فریب جوانی را نخوری. یکی از دوستا گفت صحنه را دیدم که قلبم را تکان داد. چی بود؟ شب عروسی فرا میرسه، شب عروسی یک دختر فرا میرسه. معمولا در برخی مناطق با عروسان لباسی خاصی داره، لباس سفید، پیراهن سفید زیبا و مقبول. وقتی که این لباس با عروس پوشانده میشه، ناگهان در دلش احساس درد میکنه، دردش زیاد میشه، مثل مار تاو میخوره. عروس به شفاخانه میبرن، ولی وقتی که به شفاخانه میبرن، عروس دوباره از آنجا به لباس عروسی بر نگشت. از آنجا با لباس کفن، با لباس سفید، لباس عروسی به کفن تبدیل شد. برادری عزیز، متوجه باش، متوجه باش. کل نفس ذائقة الموت. از مرگ غفلت نکن. مرگ به سراغت میآید، خانه تا خالی میکنه. حضرت حسن بصری میفرماید که وقتی در خانه یک کس وفات میشه، در داخل خانه همه سر صدا میکنن، هیاهو برپا میشه. فرشته مرگ در دروازه استاد میشه، در دروازه خانه استاد میشه. به اعضای فامیل میگوید که روزی از زیر من نخوردم، عمر شخص ما کم نکردم، ما باز میام تا اینکه در خانه یک کس را باقی نمیمانم. بله برادری عزیز، متوجه باش. فرشته مرگ با گرفتن یکی از اعضای فامیلمان قناعت نمیکنه، با گرفتن پدرجان و مادرجان و بیبیجانمان قناعت نمیکنه، تا خانه ما را خالی نکنه قناعت نمیکنه. بله مرگ خانه ها را خالی میکنه، دفترها را خالی میکنه، بازارها را خالی میکنه، پانتونا و مکتبا را خالی میکنه، دنیا را خالی میکنه. و انا لجاعل ما علیها سعیدا جرزا. متوجه باش برادری عزیز، روزی فرا میرسد که این کاخه ها همه به زمین اموار میشه، همه به زیر خاک میروند. برادری عزیز متوجه باش، متوجه باش که روزی تو به کنار کسایی میری که اونا خاموش هستن. عاقبت منزل ما وادی خاموشان است. حضرت خواجه حافظ میفرماید عاقبت منزل ما وادی خاموشان است، حال یا غلغله در گنبد افلاک انداز. ای بنده خدا متوجه باش که روزی از روزها تو به قشلاق خاموش ها میری و قبرستانی که ریگ و خاک و گیاه های پوسیده و تاسیده رو میبینی، زیر آن گیاه ها اجساد مدفون است. علما، اولیاء، دوستان خدا، جوانا و زنان همه زیر آن خاک ماندند. عاقبت منزل ما وادی خاموشان است. یک روزی تو خود کنار همسایه های تو مرده ها هستن،
در خانه تنگ و تاریک میبینی، در خانه تنهایی خود میبینی. کو زن و فرزند و یاران و برادر حیف در لحد و حضرات علی حال میخوانی چی سود؟ زن با تو نیست، فرزند با تو نیست، تو میمانی و قبرت، تو میمانی و منکر و نکیر، تو میمانی و اعمالت، تو میمانی و تو. با هوش بیا. آیا گاه فکر کردی که یک روزی تو خودت تنها در قبر میبینی؟ گاه فکر کردی که روزی در کنارت منکر و نکیر صاد میشه؟ بلند شو. مردمان را سر به سر در خواب دان، گشت بیدار آن که رفته از جهان. حضرت عطار میفرمایه که امروز مردم در خواب غفلت مانده. در خواب غفلت. چه وقت بیدار میشی؟ وقتی که پیشانت به خاک لحد کوبید. ولی اونجا بیدار شدنت معنا نداره. امروز باید بیدار شویم. حاسبوا قبل ان تحاسبوا وزینوا قبل ان توزنوا. برادری عزیز، اعمالت را محاسبه کن. انکم ستلقون ربکم فسیسألکم عن اعمالکم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرموده حتما روزی با خدایتان ملاقات میکنی. برادری محترم، تو تنها در حضور پروردگار استاد میشی. خواهر همان صحنه را تصور کن. تنها در حضور پروردگارت استاد شدی. فسیسألکم عن اعمالکم. خدا از عملت پرسانت میکنه. از نماز پرسانت میکنه، چی جواب داری؟ از حجاب پرسانت میکنه، چی جواب داری؟ از ذکر و تلاوت و عبادت و بندگی پرسانت میکنه، جواب چی هست؟ از جوانیت پرسانت میکنه، از کسب کارت آیا مشروع یا نامشروع، از طریق حلال یا از طریق حرام، از شبهای تاریک پرسانت میکنه، از روزهای روشن، از همه پرسانت میکنه، جواب چی هست؟ تو خدا خوب میشناسی. آماده باش، قیامت دور نیست. ولتنظر نفس ما قدمت لغد. قیامت دور نیست. خدا قیامت را غد گفته، یعنی فردا قیامت است. بله برادرای عزیز، ما آخرین امت هستیم. با عمر ما عمر دنیا تمام میشه. بعد از ما امت دیگری نمیآید. علائم قیامت دیده شده که یکی از جمله علائم قیامت بالا رفتن درجه حرارت است که امروز ما و شما دیده رایستیم. لذا ما و شما در قسمت آخری زندگی دنیا قرار دادیم. شنوندگان محترم و بینندگان عزیز، باید بیدار شویم و از غفلت فرار کنیم. تشکر از اینکه تا ایدم با ما بودین. الله کریم آنچه که گفتیم و شنیدیم همه ما و شما را توفیق عمل نصیب بفرماید. تا برنامه دیگر شما را به الله منان می سپارم و امید دعا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.